قاعده یکم، شروع با پوری پول کردنی همیار. ارکد خطاب به مردی که در اندیشه فرو رفته در ردیف دوم نشسته بود اشاره کرد. دوستی خوبی من، شما در چه زمینه کار میکنید؟ مرد پاسخ داد: من یک کاتب هستم و مطالب را روی لوحه های گیلی حکاکی میکنم. من هم با همین کار اولین تنگه هایم را به دست آوردم. بنابراین شما هم امکان ساختی آینده مثل مال من را دارید. سپس رو به مردی گلگون چهره‌ای که کمی پیشتر نشسته بود کرد و گفت: شما چطور پول پیدا میکنید؟ مرد پاسخ داد: من یک قصاب هستم. من بزهایی را که کشاورزان پرورش میکنند از آنها میخرم و میکشم و گوشتشان را به زنان خانه‌دار و چرمشان را به کفاشان میفروشم. چون کار میکنی و پول در میآوری، شما هم فرصتی به دست آوردن موفقیتی را که من کسب کردم دارید. بدین گونه ارکد ادامه داد تا پر آگاه شود هر کدام از آنها برای زندگی کردن چه کار انجام میدهند. وقتی سوالهایش از اینها تمام شد گفت: شاگردان من، حالا میبینیم که تجارت ها و کارهای زیادی وجود دارند که مردم از طریق آنها به کسب درآمد میپردازند. هر کدام از این راه‌های دریای از طلا هستند که شخص با انجام آن کار این مجرای دریا را به سمت همیان خود روانه می‌سازد. پس جریان از تنگه‌های ریز و دروش با توجه به توانایی‌هایتان به جیب هر یکی از شما سرازیر می‌شود. درست است؟ همین اینها موافقت کردند. ارکد ادامه داد: پس اگر هر یکی از شما تصمیم داشته باشد که آینده درخشانی برای خویش بسازد، آیا عاقلانه نیست که آن جریان پول را که به جیبش سرازیر می شود سامانده کنید؟ باز هم موافقت کردند. سپس ارکد رو به مردی فروتنی که خود را تاجری تخم مرغ معرفی کرده بود کرد و گفت: اگر شما سبد انتخاب کنید و هر روز صبح 10 عدد تخم مرغ در آن بگذارید و هر بعد از ظهر 9 عدد تخم مرغ از آن بردارید، در واقع چه اتفاقی می افتد؟ به مرور زمان لبریز می شود. چرا؟ چون هر روز یک تخم مرغ اضافی در آن باقی می ماند. ارکد رو به اهل تالار لبخند زد و گفت: آیا اینجا کسی همیانی خالی دارد؟ اول همه حیران و مبهوت به هم نگاه می‌کردند. سپس خندیدند و بعد همیانشان را به شوخی تکان دادند. دقیقاً آن چیزی را که به تاجری تخم مرغ پیشنهاد دادم انجام دهید. برای هر 10 تنگه‌ای که در همیان خود می‌گذارید، فقط 9 تای آن را برای خرج کردن در بیاورید. همیان شروع به چاق و چیله شدن می‌کند. و موقعی که در حال افزایش وزن است، احساس خوبی در قلب شما و اشتیاق در روح شما ایجاد می‌کند. به سادگی چیزی که به شما میگویم نخندید. حقیقت همیشه ساده است. به شما گفتم که چگونه آینده‌ام را ساختم. این اولین کار من بود. من نیز یک همیان خالی برداشتم و به آن ناسزا گفتم، زیرا چیزی در آن نبود که هدفی مرا قانع کند. ولی وقتی که شروع کردم، فقط 9 تا از 10 تنگه‌هایی را که درون آن می‌گذاشتم خرج کنم. شروع به پر شدن کرد. همیان شما هم همین گونه می شود. حالا حقیقتی عجیب را به شما می گویم، چیزی که دلیلش را نمی دانم. وقتی که این کار را شروع کردم، هیچگاه معاشم نسبت به قلبی سخت‌تر نشد. حتی نسبت به قبل تنگه ها خیلی آسانتر به سمت من می آمدند. حتما این یکی از قانونهای خدا است که طلا به سمت کسی که مقدار از درآمدش را نگاه می دارد و خرج نمی کند راحت تر می آید. و همچنین طلا از ورود و یک همیان خالی خودداری می کند. شما بیشتر کدام را می پسندید؟ آیا آرزوهای روزانه شما این هاست؟ جواهرات، جامه و لباسهای قیمتناک، خوراکهای لذیذی بیشتر، چیزهایی که زود می روند و فراموش می شوند؟ آیا آرزوی دارایی های اساسی را دارید، مثل طلا، زمین، گله، مال، تجارت و سرمایه گذاری های درآمدزا؟ تنگه هایی که اول از همیان خود بیرون می آرید، نه 10 درآمد. گروه اول را برای شما به ارمغان می آورند و تنگه هایی را که در همیان خود باقی می گذارید 10 درآمد. گروه دوم را به شما تقدیم می کنند. شاگردانم، این اولین قاعده بود که من برای همیان خالیم پیدا کردم
که از هر 10 تنگه‌ای که به دست می آوردم 9 تا اش را خرج کنم. این را بین خودتان به مباحثه بگذارید. هر کسی که ثابت کرد که این قاعده غلط است، فردا که دوباره همدیگر را دیدیم به من بگوید.